سلام، من شاهپناه هستم. شاکله مجموعه ما از 5 واحد تشکیل شده. واحد اول مدیریت. از اونجایی که بنیانگذار مجموعه دانش بنیان فناور در قدم اول معلمی رو و بعد از اون مدرسه داری رو تجربه کردن، کاملا با فضای آموزشی و دغدغه‌های مراکز آموزشی آشنا هستن. ایشون توی این 7 سال به عنوان مدیر یک سازمان فناوری سابقه همکاری با 3500 مرکز آموزشی رو داشتن. واحد دوم تیم مشاورین مجموعه ما هستن که تحت نظر دکتر گیلانپور آموزش دیدن و با تجربه‌ای که دارن بر اساس المان‌های مختلف میان مرکز شما رو نیازسنجی میکنن تا به هدف مشترکمون که ارتقای سیستم آموزشی و مدیریتی مجموعه شما هست برسیم. راه‌اندازی و تیم فنی مجموعه ما که تشکیل میشه از جناب دکتر مهدی برخورداری که ایشون تجربه مدیر عاملی مجموعه فومپی رو دارن و دکترای هوش مصنوعی. جناب میلاد مهاجر ایشون مدیر فنی مجموعه ما هستند و همزمان سرپرست فنی شرکت اسنپ هم هستند. جناب محمد روشنگرا مدیر فناوری ما و از تجارب و افتخارات ایشون که تیمشون کار برنامه نویسی پورتال همراه اول رو انجام دادن. بعد از اینکه سیستم اپلیکیشن به صورت اختصاصی با نام و لوگوی مرکز شما طراحی شد، وصل میشید به واحد راه اندازی و آموزش برای اینکه سیستم تحویل شما داده بشه. در اینجا خود شما و تیم شما کامل آموزش داده میشین تا بتونین استفاده داشته باشین از اپلیکیشن و به صورت خودکار تمام اطلاعات شما آپلود میشه روی سیستم و اطلاع رسانی هوشمند انجام میشه و ما مطمئن میشیم که تمام اعضای مجموعه شما از دانش آموز، اولیا و معلمینتون سیستم رو نصب کردن. وصل میشید به واحد پشتیبانی. با اینکه سیستم به صورت هوشمند و خودکار عمل میکنه، با این حال اگر در طول مسیر مشکلی به وجود اومد، 60 خط فعال در پشتیبانی همراه شما هستن که از ساعت 1:08 یعنی 1 ربع قبل از اینکه مدرسه شروع بشه تا 7 غروب پاسخگوی تماس‌های شما هستن. در طول سال اگر مشکلی به وجود اومد میتونید تماس بگیرید، مشکلتون رو برطرف میکنن.